سلام گایز دوستان، چطورتون؟ من با یه ویدیوی دیگه بچه این ویدیو میخوایم بهتون آموزش بدیم که چجوری ماینکرافت مود شده یا حالا هر چیزی رو مود شده شو در اصل نصب کنید. بعد دوستان همونطور که میدونید مایکت هم مود شده میده، اما نه مود شده که ما میخوایم. شما باید همچین برنامه‌ای داشته باشید به اسم هپی مود و هر وقت که گفت باید شما بروزتانش کنید. هپی مود این هپی مودی هم که میگم، شما وقتی میرید داخل گوگل سرچ میکنید که هپی مود سرچ میکنید هپی مود. حالا فکر کنم اینجا ننوشته بودم، خیلی قدیمیه، حالا بماند. هپی مود سرچ میکنید اینجا. الان من بنویسم بگم براتون. ببینید هپی مود که میکروفون واسه اینجا بنویسیم. استاپ میزنم. خب دوستان، من سریع نوشتم که ویدیو رو وقت رفت نکنه چون تو یوتیوب میزنیم. بچه اینجا نوشته هپی مود، همینطوری خالی هپی مود اصلی. خب شما میاد رو گزینه هپی مود اصلی. اونجا شما که میاد رو هپی مود روی گزینه هپی مود اصلی، من فیلتر شکنم روشنه، به خاطر همون بالا نمیاره. خب بچه انگار بالا نمیاره، ولی خب شما باید از داخل گوگل پلی نصب کنید. حالا اگه گوگل پلی هم ندارید، همین سایتی که گفتم میتونید برید نصب کنید و داخل همین هپی مود ما برنامه داریم. بله، خیلی چیزا. اولش که تبلیغات و خیلی چیزای باحالی یا تبلیغات میکنه، بازیای جذاب بالی و همچنین ویدیوهای باحال. ما اینجا چیزای باحالی داریم، مخصوصا همین چیزی که بزنید علامت تفنگ شما بزنید حالا من فکر کنم به خاطر همون فیلتر شکنم دوباره بزنید تا چیزای مود شده باحالی میاره. الان من یه دونه بازی ها مود شده است به اسم همین بازی، بله بچه بازی ماینکرافت 1.19.8021 این و همچنین فری فایر هم مود شده است. خیلی ممنون که این ویدیو رو نگاه کردید. لایک و سابسکرایب هم بزنید حتما. و اینکه خیلی ممنون که این ویدیو رو نگاه کردید. کامنت ها رو انگلیسی بذارید که بمونه، من خیلی میام داخل یوتیوب و هم دیگه همین دیگه. لایک و سابسکرایب نداره و 2 تا بزنید تو صفحه، 2 بار بزنید رو صفحه و دیگه. خیلی ممنون.